این ویدیو قرار خیلی احساسی بشه. من با کتابم برگشتم به کشوری که مهاجرتم در واقع از اون شروع شده و همونطور که توی کتابم خونده بودین آخرین باری که من سوئد بودم حدود 10-11 سال پیش بود. البته سوئد که نباید بگم استکهلم، چون توی این 10-11 سال اخیر به سوئد سفر کردم ولی شهرهای دیگه به استکهلم نرفتم. حالا بعد 11 سال فرصتی شد دوباره به این شهر سفر کنم و خیلی خیلی احساس عجیبی بود برای اینکه کاملا زندگیم با 10-11 سال پیش متفاوت. مسلما این دفعه با اریک به این شهر سفر کردم که این خودش خیلی این سفر رو متفاوت میکنه. این مغازه آب نبات فروشی خیلی خوشگل بود، به صورت قدیمی تزیینش کرده بودن، کلا ظرف و ظروف و حتی لباس کارکنانش هم قدیمی طور بود و ما ازشون آب نبات هم خریدیم. البته این قسمت اسلو کلا بافت قدیمی داره و یکی از قشنگترین قسمت های شهر اسلو هست. همونطور که میبینین حتی در و پیکر رستوران ها و بیشتر مغازه ها اینجا همچنان قدیمیه. به سمت کاخ سلطنتی که رفتیم شیفت سربازا داشت عوض میشد و رژه سربازا رو نگاه کردیم. البته به نظر من کاخ سلطنتی اسلو قشنگ‌تره واسه اینکه فضای سبز داره، ولی من لباسای سربازهای گارد سلطنتی سوئد رو بیشتر دوست دارم. کلاهشون خیلی خوشگله. اینم یکی از جاذبه‌های توریستی رایگان کشورهای سلطنتیه که مردم بتونن اطراف کاخ جمع بشن از زمانی که شیفت گارد سلطنتی عوض میشه این رژه و برنامه رو از نزدیک نگاه کنن. خیلی دوست داشتم تو این سفر کوتاه حتما صاحبخونه قدیمیمو ببینم. بچه هایی که کتاب سراب قطبی رو خوندن میدونن که من به این شخصیت توی کتابم خیلی پرداختم و دلیلش هم خب توی اون کتاب کاملا واضحه و با وجودی که سرمون خیلی شلوغ بود، برنامه فشرده‌ای هم داشتیم، من یه تایمی خالی کردم برای اینکه به خونه قدیمی خودم سر بزنم. وای که چقدر این مغازه لباساش خوشگل بود. در ورودیش آخه شما نگاه کنید، ستونای قدیمی بدونی که حتی رنگ بزنن نگه داشتن. عاشق این خیابونم و باریکترین کوچه کشور نروژ هم توی این خیابون قرار داره و خلاصه هر گوشه این خیابون رو که شما نگاه کنین یه زیبایی خاصی میبینید، مخصوصا زیبایی هایی که بیشتر مربوط به دوران قدیمه. خلاصه که اگه استکهلم اومدین دیدن بافت قدیمی رو اصلا نباید از دست بدین. نسبت به 15 سال پیش احساس میکنم که تعداد مهاجرای ایرانیش خیلی خیلی بیشتر شده. یعنی توی خیابون که قدم میزدی خیلی تعداد افرادی که فارسی صحبت میکردن بیشتر بود نسبت به 15 سال پیش و واقعا به نظر من دوستانی که سوئد زندگی میکنن خصوصا شهرهای بزرگ نباید از غربت شکایت داشته باشن. اینجا اصلا آدم احساس غربت نمیکنه، کلی هم مغازه ایرانی هست و استکهلم و ایستگاه‌های مترو خیلی جذابش فکر میکنم یکی از زیباترین ایستگاه‌های مترو رو داشته باشه این شهر و جالبه که با وجودی که ما هم توی اسلو تونل‌های مترومون اکثرشون صخره‌ایه اما متاسفانه مثل استکهلم اینجوری سقفاشو صخره‌ای و طبیعی نگه نداشتیم. خیلی خوشگله، حتی ببینید روی سقف‌ها هم نقاشی کردم و هر ایستگاه یه رنگ و شکلی داره و کلا یکی از المان‌هایی که من هیچ موقع درباره این شهر از خاطرم نمیره. راستی ولی که قبلی یادتونه که درباره گرونترین خونه اسلو بود و مشتری عجیب غریبی که براش اومده بود خیلی زیر قیمت فروش رفت و قرار شد که شما قیمتش رو حدس بزنید. در پایان این ولاگ قیمت اون خونه رو براتون می‌نویسم. یه سوئد و یه ایکیا، حتی شما از ایستگاه مترو هم که میای بیرون فوری یه مغازه ایکیا جلوت سبز میشه. خیابون مورد علاقه من تو استکهلم، عاشقشم. اینجا بهار میشه فرش شکوفه های صورتی. اولین باری که من این خیابون رو دیدم 15 سال پیش
اصلا فکر نمی کردم امروز دوباره بیام توی این خیابون با کتابی که درباره این شهر و این کشور نوشتم بشینم و دوباره خاطراتمو مرور کنم. سوار اتوبوس دریایی شدم با اریک تا جزایر زیبای این شهر رو ببینم. جزایر استکهلم رو بیشتر از اسلو دوست دارم برای اینکه هم بیشترشون مسکونیه و هم خیلی نزدیک به مرکز شهر استکهلم و شما وقتی سوار اتوبوس دریایی هستین و روی آب دارین جزایر رو نگاه میکنین همچنان نمای قسمت‌های مختلف شهر رو دارین. اینجا هم اریکی که اصلاً علاقه‌ای به شهر بازی و هیجان‌های این پارک نداره. استکهلم رو به عنوان ونیز اسکاندیناوی میشناسم برای اینکه این شهر بیش از 30,000 جزیره و صخره داره و در واقع پایتخت سوئد با اتصال 14 جزیره با 57 پل ساخته شده. این هاپوی گوگلی هم 2 توریست دوست داشتن باهاش بازی کنن که اصلا پا نمیداد، مامان باباش آوردن و به زور خوراکی و تشویقی تونستن که با توریستا ارتباط برقرار کنن. و همونطور که میبینین وقتی اتوبوس دریایی پهلو میگیره قشنگ جریان زندگی رو توی جزایر میبینین، در صورتی که جزایر اسلو بیشتر حالت تفریحی داره و برای کمپ کردن مناسبه. حتی توی یکی از جزایر شما نگاه کنین یه کافه خیلی بزرگ تو همون اسکله زدن. آب و هوای استکهلم مثل بیشتر شهرهای کشورهای اسکاندیناوی تا تابستونی که من توی این کشور زندگی کردم همیشه یادم که خیلی بادهای سردی میومد، اما به طرز عجیبی تمام 4 روزی که ما استکهلم بودیم آفتابی بود هوا و فقط یک روز غروب بود که یک مقدار بارندگی داشتیم که اونم ما دیگه تمام گشت و گذارمون رو کرده بودیم، داشتیم برمیگشتیم خونه، خیلی برامون مهم نبود اون بارندگی. این کافه خیلی قشنگ بود، بازم به خاطر بافت قدیمیش خیلی دوستش داشتم. نشستیم اینجا یه غذای سبک خوردیم برای اینکه بعدش میخوایم بریم داخل اسکانسن رو ببینیم. توی اسکانسن هم باغ وحش هست و هم خونه‌های خیلی قدیمی که سوئدی‌ها دهه‌ها و سده‌های گذشته توی این مدل خونه‌ها زندگی می‌کردن رو شما میتونید ببینید. چنین فضایی ما توی اسلو هم داریم که من 2 ولاگ برای اونم تهیه کردم و فکر می‌کنم شهرکی که توی اسلو ساختن خونه‌های قدیمیشو خیلی بهتر بازسازی کردن، مبلمان داخلیش جزئیات خیلی بهتری درباره زندگی گذشتگان نشون میده. ولی اسکانسن هم دیدنش خالی از لطف نیست. قراره یه فضای به این بزرگی رو ما ببینیم. از باغ وحشش هم شروع میشه. قشنگترین قسمت این باغ وحش به نظر من عروسای دریایی بودن. هیچ وقت انقدر از نزدیک اینا رو من ندیده بودم. البته عروس دریایی نیست، فکر کنم ماهی ژله‌ای یا یه چنین چیزی اسمش بود. حالا دوستانی که آبزیان رو بهتر میشناسن میتونن اسم این موجود ژله‌ای شفاف رو توی کامنت ها برامون بنویسن. فضای کوه‌های شمالی به نظرم خوب نبود، یعنی سایه نداشتن، چون این حیوونا خیلی با گرما حال نمی‌کنن و میگم این 4 روز هم مرتب آفتاب بود و این حیوانای زبون بسته توی خاک نشسته بودن، سعی می‌کردن با خنکی خاک خودشون رو یه مقدار خنک کنن. اینجا هم همونطور که می‌بینین گویا مشکلشون با گفتمان حل نشده و قراره که با زور و بازو یه مقدار با هم زور آزمایی داشته باشن. ایشالله که به خیر میگذره. ناودون این خونه رو آخه شما نگاه کنین چقدر خوشگله. بیاین حالا این پیشیو رو شما نگاه کنین. کلی ما ثبت کردیم که بالاخره ایشونو توی قلمرو خیلی خوشگلش بتونیم ببینیم. تمام مدت پشت بوتاها خودش رو استتار کرده بود. توی فرصت خیلی کوتاه با زوم 10 برابر من تونستم چنین فیلمی رو ازش بگیرم. موقعی که مهاجرت کردم به سوئد فکر میکنم هفته‌های اول زندگی توی این کشور بود که من به اسکانسن اومدم برای اینکه توی ارتفاع قرار داره
و شما میتونین یه دید خیلی قشنگ از شهر، از این منطقه داشته باشین. تمام مدتی که توی این شهرک بودم یاد اون روزی افتادم که اومده بودم اینجا و خب زبان این کشور رو اصلا نمیدونستم. همه چیز برام تازگی داشت. اصلا نمیدونستم که قراره چه مدت توی سوئد بمونم، بعد از سوئد قراره چه کشوری برم و کلا سرنوشت مهاجرتم چی میشه و مقصد نهاییم کجاست. که خب بالاخره بعد از 15 سال مقصد نهایی ما هم مشخص شد. کتابش هم نوشتم. تمام ماجرای سفر و مهاجرت هم از تهران تا اسلو و حالا کتاب سراب قطب توی همه کشورها قابل دسترسه و رد و اثر و فرهنگ سامی ها که توی قسمت های مختلف این پارک به چشم میخوره. Walking streets I used to know, memories come and they flow, familiar sights in a glow. In Stockholm I'm home. Years have passed since I've been here. Faces change though the streets near. Echoes of past I still hear. In Stockholm I'm home. ببینیم ما طاووس رو کجا دیدیم. کلی هم باش قدم زدیم و ازش فیلم و عکس گرفتیم. خیلی باحال بود. یکم هم از خونه ها و کلبه های قدیمی سوئدیا بهتون نشون بدم. کم و بیش شبیه اون شهرکیه که توی اسلو بهتون نشون دادم. ولی همونطور که گفتم دیزاین داخلی خونه های اسلو خیلی بهتر. خیلی از این کلبه ها حتی توی استکهلم مبله هم نبود، خالی بود، شما فقط میتونستین یه کلبه قدیمی ببینین. ولی خب بعضیاش هم خیلی مبلمان جالبی داشت. البته ما دیگه اونقدر این قسمت دیر رسیدیم که کلا بسته بود و داخل نمیتونستیم بریم. اینه که فقط از بیرون براتون فیلم گرفتم. Under my feet, cafes where we used to meet, old friends and new faces greet. In Stockholm I'm home. Stockholm my heart, never will apart. Bridges to restart. In Stockholm I'm home. گردش خیلی طولانی بود. برگشتیم به همون خیابون مورد علاقه خودم. به یکی از نیمکتاش نشستم. کمی کتاب خودم رو ورق زدم و خاطرات قدیمی برام زنده شد. روز اول سفرمون بود و حدود 16-17 کیلومتری راه رفتیم. حسابی گرسنمون شد و گفتیم که بریم یه رستوران ایرانی یه غذای خیلی خوب بخوریم و باز هم ایستگاه‌های مترو قشنگ استکهلم. بله اینجا همون رستورانیه که بهتون گفتم. دیزاین خیلی خوشگلی داشت، خیلی نوستالژیک بود و البته غذاهایی که سرو کردن هم واقعا خوشمزه بود و برای ما که ساکن نروژ هستیم خیلی ناراحت کننده است که متاسفانه رستوران خوب ایرانی توی نروژ نداریم. توی مدتی که ما اینجا شام خوردیم 2 تا تولد برگزار شد و البته یه مهمون ویژه هم داشت که توی این 2 تا تولد شرکت کرد. سمت راست شما اگه دقت کنین متوجه میشین که من از کی دارم صحبت میکنم. دوستانی که خیلی حواسشون جمع هست توی کامنت برام بنویسن کیو توی ویدیو دیدن. اینم بخشی از منوی این رستوران به همراه قیمت و مسلما خب قیمت ها خیلی ارزون تر از نروژ. کیفیت غذا هم خیلی خیلی واقعا خوب بود.
چیزی که بیزنس ها رو اصلا مجزا میکنه، باعث میشه بعضیا تبدیل به برند بشن، همین توجه به جزئیات خیلی کوچیکه که شاید به چشم خیلی ها نیاد، ولی خب خیلی هم هستن که تیز بینن و به همین جزئیات کوچیک مثل یه سکه ایرانی روی میز توجه میکنن. غذا رو زدیم و رفتیم به سمت خونه نیوشا، دوست عزیزی که خودش مسافرت بود و خونه خودش رو در اختیار ما گذاشت. هرچند قطعاً بهمون بیشتر خوش میگذشت اگر میزبانو هم میدیدیم، به امید دیدارشون توی سفر بعدی. و بازم این نمایشگاه‌های رایگان در ایستگاه‌های مترو که من واقعاً هیچ موقع از دیدنشون سیر نمیشم. هر ایستگاهی برای خودش کلی چیزای تماشایی داره. یعنی شما وقتی اینجا منتظر اینی که قطار برسه حوصله‌تون سر نمیره. و روز دوم سفر خیلی متفاوت شروع شد، برای اینکه داریم میریم به سمت خونه‌ای که من 15 سال پیش زندگی میکردم. سوار شدن به اتوبوس و طی این مسیر حس حال خیلی عجیبی داشت که اصلا نمیتونم توصیفش کنم براتون. فقط با دقت بیرون نگاه میکردم و داشتم از هر ثانیه‌اش لذت میبردم. 15 سال گذشت از زمانی که من توی محله زندگی کردم. اولین شهری که بعد از مهاجرتم زندگی کردم. این محله خیلی خیلی برام مهمه، ولی چقدر غریبه به نظر میاد. یعنی فکر کنید من 1.5 سال هر روز از این خیابون رفت آمد کردم، اما الان خیلی از این خونه ها رو اصلا یادم نمیاد. با آقا سورن اینجا، آقا سورن بچه بود، اومدم هنوز کوچولو بود، قیافه بچگونه. چقدر اینجا با هم قدم میزدیم. مادر فدا باشه. این محله اصلا همه خونه ها همینجوری آپارتمان نداشت، همه ویلاییه. خونه من تغییری نکرده. این خونه ها، این چادرها و این درخت انگور رو نداشت. اینو تازه زده، چقدر خوشگل شده انگورش. خونه من هردریک. این خونه یه گربه زندگی میکرد. همسایه روبرویمون با سورن همیشه دعوا میکرد. قسمت اصلی این بازدید مونده، بریم ببینیم واکنش صاحب خونم چیه. اینجا خونه ماست. اومدم آشپزخونم رو نشونه اریک بدم. یه آقای نشسته بود توی آشپزخونه، چون آشپزخونه به بالکن و حیاط راه داره. تا دید ما داریم اینجا صحبت میکنیم، اریکو برو باهاش صحبت کن و بگو که مثلا اینجا زندگی میکنی. اونقدر آقای خوش برخوردی بود، گفت بیاین، میتونین بیاین داخل دوباره خونه رو ببینی. خب البته من دیگه جاهای دیگر رو باز نمیکنم. نسبت به 15 سال پیش خب خونه خیلی کهنه فرسوده شده، معلومه خیلی بهش نرسیدن. اینجا اتاق خواب بود، این ورم اتاق خواب بود. این خونه 2 تا در داشت. این در ورودی که براتون توضیح دادم خیلی من ازش استفاده نمی‌کردم. چقدرم بد چیدن این خونه، فکر کنم به چند نفر اجاره داده. ببینین چون شماره زدن. اینجا سرویس بهداشتی بود. اینقدرم وسایل و شلوغ پلوغ نبود خونه. وقتی من زندگی می‌کردم خیلی قشنگ‌تر بود. روبرو نشیمنه که شومینه داشت. دوباره این اتاق خوابه، اینم اتاق خواب بود و اینجا هم که آشپزخونه معروف و آشپزخونه که قشنگ به حیاط راه داره و آهو من همیشه توی این بالکن میدم. اینجا هم که اتاق خوابه. خودم توی استکهلم اومدم، الان دارم میرم طبقه بالا به ساختمونم یه سلامی بدم. بعد اگه یادتون باشه توی کتاب سلام قطبی هم براتون نوشتم که خونه توی ارتفاع بود و اینجوری دل نمی‌خورد میرفت بالا. برای این سیستم من زندگی می‌کردم و طبقه بالا
دیگه عالم گلوگیاه داشت لبنده. ببینیم که لارش چی کار میکنه. نمحلا بکنه. هلو. من ارتباطمو با این زوج دوست داشتنی حفظ کرده بودم فقط از طریق ایمیل و کریسمس هم براشون کارت پستال میفرستادم، اما گفت اصلا باورم نمیشد که یه روز دوباره ببینمت، اونم سر زده. وقتی اومد دم در چشاش پر اشک شده بود و وقتی ازش پرسیدم منو یادت میاد فقط با انگشت اشاره به این طبقه پایین اشاره کرد. بعد که نشستیم پای صحبت گفت من اون لحظه اول اصلا زبونم بند اومد. یکی از احساسی ترین دیدارهایی بود که داشتم، درست مثل دیدن خانواده خودم بعد از یه مدت طولانی. حالا بیا این در ورودی اصلی رو بهتون نشون بدم که توی این کتابم نوشتم خیلی از این در من استفاده نمی کردم. ببینیم محلمون چه باحال بوده. درخت شاتوت هم حتی داره. Det var ju så. Peace. Ja. زندگی اینجوریه دیگه. 10 سال بعد دیگه آقا سورن نیست. این ایستگاه مترو خیلی از خونمون فاصله نداشت. نزدیکش هم یه شلتر گربه‌های بی سرپرست بود که بعضی از آخر هفته ها من میرفتم اونجا بهشون کمک میکردم. حتی یه گربه پیر و سالمندی هم داشتیم برای اینکه روزهای آخر عمرش رو زندگی بهتری داشته باشه و متاسفانه کسی هم به سرپرستی نگرفته بودش. برنامه گذاشتیم که کسی که اونجا کار میکردن به صورت چرخشی ازش پذیرایی کنن توی خونهشون و حدود 1 ماهی هم پیش من بود. اما خب چون سورن با هیچ گربه‌ای نمیساخت من مجبور شده بودم که یه اتاق کلا بکنم واسه این مهمونمون و خب خیلی هم براش بد نبود برای اینکه اون اتاقی که بهش داده بودم پنجره داشت، تمام مدت برای خودش پشت پنجره از دیدن پرنده ها، آهوها، سنجاب‌ها لذت می‌برد. اریک اونقدر از جزایر استکهلم خوشش آمده بود که گفت باز یه دور دیگه هم بریم با یه اتوبوس دریایی یه مسیر دیگه و جزایر دیگه رو ببینیم. اینه که روز بعد دوباره یه تور جزیره گذاشتیم. تو این روز دیگه هوا یک مقدار متفاوت بود. البته همچنان آفتاب میشد ولی خب گهگاه ابری هم شد، ولی در کل تو این 4 روز من میتونم بگم که خیلی استکهلم دیگه به سر ما منت گذاشت و میزبانی خوبی کرد و مدت زیادی هوا ابری نبودن. ببینیم بازم مجدد آسمون کاملا آبی و آفتابی. تو سفر دریایی قسمت دوممون، یعنی همین سفری که الان داریم میبینین، چون مسیر کاملا متفاوتی رفته و جزایر دیگه هم دارم بهتون نشون میدم، خیلی بیشتر اون پل هایی که این جزایر رو به هم وصل کرده مشهوده. 15 سال پیش که من مهاجرت کردم، خب مسلما موبایل ها کیفیت تصویرشون اونقدر خوب نبود، حافظه‌شون هم اونقدر زیاد نبود که اصلا بشه مدت طولانی فیلم برداری کرد و اکثرا باید دوربین حرفه‌ای همراه خودت داشتی اگه می‌خواستی فیلم بگیری و اصولا هم ولاگری انقدر محبوب نبود و انقدر یوتیوبر اصلا وجود نداشت که همه دوربین به دست
در حال فیلم برداری باشن. اینه که من خیلی مردم سوئد رو 15 سال پیش تو این زمینه محک نزده بودم، ولی این سری که توی شهر داشتم فیلم برداری میکردم احساس کردم که نسبت به نروژی ها سوئدی ها خیلی حساس تر هستن نسبت به اینکه توی فیلم و تصویر نباشن. بعضیاشون یه جوری بد نگاه میکردن. اینه که من خیلی جا باید حواسم می بود که وقتی مردم نزدیک هستن ازشون فیلم نگیرم. کلن سوئدی ها رو در این زمینه خیلی نسبت به نروژی ها سختگیرتر دیدم. حالا دوستانی که توی سوئد زندگی میکنن و یوتیوبر هستن یا کلن تولید محتوا میکنن میتونن بیشتر در این باره نظر خودشون رو برامون بگن. آیا موافق هستن یا اینکه این فقط احساس من بوده یا شانس من بوده اون روز به آدم‌های عبوس برخورد کردیم. Walking streets I used to know, memories come and they flow, familiar sights in a glow. In Stockholm I'm home. Years have passed since I've been here. Faces change though the streets near. Echoes of past are still here. In Stockholm I'm home. Stockholm my heart, never we're apart. Bridges to restart. In Stockholm I'm home. Water glistens in the sun. Night falls but it's never done. City dreams where we begun. In Stockholm I'm home. Cobblestones under my feet. Cafes where we used to be. من یه ویدیو درباره مقایسه نروژ و سوئد داشتم خیلی وقت پیش که لینکش رو در پایان این ویدیو براتون میذارم. اما حالا که بعد مدت ها به استکهلم سفر کردم و این ویلاگ اگه خیلی با دقت دیده باشین، برای کسایی که الان بین سوئد و نروژ مردد هستن باید عرض کنم که سوئد به مراتب مناسب تره برای اکثر ایرانی ها. خیلی تفریح و امکانات سرگرمی بیشتری داره، شلوغ‌تره، خیلی به قول ایرانی‌ها شهر زنده تریه و همینطور مهاجرم خب خیلی بیشتر داره، خیلی تنوع فرهنگی بیشتره. بنابراین حتما این موضوع رو باید مد نظر قرار بدین قبل از مهاجرتتون. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین. تا ولاگ بعد، خداحافظ.